به نام خدا. سلام بچه ها، من آرین هستم و اومدم با یه ویدیو جدید که پرکای اسنایپو چیا برداریم و چیا به دردمون میخوره که واسه اسنایپ بهتره، که قراره جواب این سوالو تو این ویدیو ببینیم. اگه از این ویدیو خوشت اومد و به دردتون خورد، لایک و سابسکرایب یادتون نره و کانال های این پای میذارم، کانال های اینستا و یوتیوب من اگه خوشتون اومد میتونین لایک و سابسکرایب کنین. دمتون گرم که حمایتم میکنین و بریم واسه پکینا. این قرمزا که هست اولش اینه که خیلی هم به درد میخوره. این سرعت رفتن ما رو بیشتر میکنه. وقتی یک گان زمینه، بعضی اسنایپ ها گانش سنگینه و اسنایپ باید سریع بدنه و سریع هم بدوه. این به درد هم میخوره. انگار گان رو سبکتر میکنه و کمک میکنه ما سریعتر بدویم و سریعتر هدف گیری بکنیم و ما در حال افتادن از یه جای بزرگ میافتیم، دمیج کمتری میزنیم. باعث اینه که به درد اسنایپرها خیلی میخوره. خب بعدش پلک دوم که دو همین داخل این قرمزاست، یکیشم اینه تا به زبون خودمون پامرغی راه رفتنی یا نشستنی راه رفتنی سریعتر میتونیم راه بریم. 12% سرعتتر میتونیم راه بریم که واسه اسنایپرها این یه چیز خیلی به درد بخوریه که بتونیم سریعتر و تو پامرغی سریعتر راه بریم. آره، تو این چون که آروم حرکت میکنیم این سریعترش میکنه. و یه چیزی هستش که واسه اسنایپرها خیلی خیلی خوبه و به دردشون خیلی میخوره که حتی میگفتم که یکیش اینه، بلکه همتون بشناسین، از شکلش هم معلومه. وقتی شده که شما مثلا نشونه بگیرین، حتما دقت کردین که وقتی هدف گیری میکنین این نشونه یا امون تکون میخوره تون تون، چون که داره کاراکترت نفس میکشه و این باعث میشه که کاراکتر نفسش رو حبس کنه و تو چند ثانیه ثابت نشونه بگیره که این واسه اسنایپرها خیلی خوبه. یا مثلا بخواین یه اسنایپر رو بزنین واقعا به دردتون میخوره این پرک، که میتونین قشنگتر هدف بگیرین و قشنگتر بازی کنین. و واسه قرمزا که اینه که به نظر شخصی خودمم که خودتون هر راحتین بین اینا کدوم رو انتخاب کنین، ولی به نظر شخصی خودم که این به درد بخورتره. و تو پرک اینا از همشون به درد بخورتر اینه. این وقتی شده که شما ببینین، چون که اسنایپر هستین، مثلا همه اول تلاش میکنن که شما رو بزنن. آره، این وقتی شما تیر میخوره میبینین کاراکتر یه تکونی میخوره و نمیذاره شما قشنگتر هدف بگیرین. این جلو این کار رو میگیره و وقتی که به شما دارن تیراندازی میکنن، کاراکتر کمتر تکون میخوره و کار شما رو راحت تر میکنه، یکشنتر راحت تر نشونه گیری بکنی و کارتو راحت تر بکنی. درسته این بعضی چیزای قشنگ هم هستش، به درد بخور هستش مثل اینا، ولی اینا خوبه که وقتی دارن به شما تیر میزنن کاراکتر شما کمتر میگه و شما میتونید نشونه بگیرین و کار اون طرف رو راه بندازین. بله. و تو این پرکا تو اینجا اینا خوبن. یکیش بین اینا اینه و اینه.
که این واسه من قفله، من اینو بیشتر انتخاب میکنم که به درد بخوره. و پرکا، بین این پرکا اینا به درد بخورترم و به درد شما بهترتر میخورم و واسه اسنایپ خیلی خوبه. البته تو اینجا رگبار داریم ولی اسنایپ به درد اسنایپ میخوره که واقعا این پرکا رو بردارین دیگه جلوتون هیچ کس نمیتونه وایسه، که دارین خودتون توضیح دادن، خودتون دیدین دیگه میبینیم. بعدش آره اینا هستن. و قراره من به شما چند بار گفته بودم که آره قراره تنظیمات اینا رو بهتون بگم و خیلیاتون گفته بودین که چرا تنظیمات اینا رو نمیگی. پس دوستان قراره تو یکی ویدیو، یعنی ویدیو آینده که قراره حتما در مورد تنظیمات ویدیو بذارم، هم که چه تنظیماتینایی به درد بازی میخوره، که هم مولتی هم بتل، این دوتا رو قراره بذاره که بیشتر بتل زیادتره، چون که بتل بازی خیلی خوبتره و به درد بخورش زیادتره. خب بچه‌ها اگه خوشتون من لایک و سابسکرایب یادتون نره. دمتون گرم که حمایتم میکنین. چاکرم. خداحافظ.